فردین هستم، البته امینشون. ما اینجاییم که هیچ کس تو این فضای ریدبال دروغ نبنده به شکمتون. ما اینجاییم تا دهنشون رو بساییم. شاخ مجازی اینجا شاخشو خورد میکنیم تو آستینش. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا این بریز به پارشای مجازی رو از دست ندید. بریم که داشته باشیم. درود به مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده. سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. دقایقی پیش یه سری اخبار عجیب و غریب و یه سری اطلاعات پشمریزون در خصوص بازگشت مهراد جمع به ایران به دست ما رسید که اگر به شما بگیم قطعا شما هم مثل ما شوکه خواهید شد. مهراد جمعی که قطعا تو طول 2-3 ماه گذشته اخبارش رو در رسانه‌های مختلف شنیدید و در طول 1-2 سال گذشته هم حرکات عجیب و غریب زیاد داشته. زمانی که در ایران بود و مجوز داشت و روی استیج میرفت و کنسرت برگزار میکرد، چیزی که خیلی از جوانهای ایران آرزوشو دارن. مجوز رو ول کرد، قرارداد رو زد زیرش و ول کرد، رفت ترکیه با دنیا جهانبخت ریل زد، ازدواج کرد، رفت لندن. اونجا دنیا و مهراد تصمیم گرفتن که بچه بیارن. مهراد دنیا رو حامله کرد و 2-3 ماه مونده بود به زایمان دنیا جهانبخت. به یک بار مهراد جمع برمیگرده ایران در تاریخ 7 سپتامبر سال 2021 با پرواز قطری و هلوش ساعت 1 ظهر هواپیماش میشینه در فرودگاه امام. اما این وسط در طول این 2-3 ماه گذشته اخبار عجیب و غریب و اتفاقات عجیب و غریب کم رخ نداده. در عین ناباوری خیلی از دوستان میگفتن که چجور مهراد جمعی که با دنیا جهانبخت ریل زده و رفته لندن میاد ایران، کسی باش کاری نداره، تا اینکه متوجه شدیم که تیم مسعود جهانی با 2-3 تا از نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در قسمت فرهنگیش، چون میدونید که دستگاه امنیتی لایه لایه است، یعنی ممکنه شما با یه قسمتی دیل کنی و یه قسمت دیگه بیاد جلو. مسعود جهانی اونجا دیل کرده بوده با 1-2 نفر دیگه و حتی این ارتباطات به سفارت ایران در انگلیس هم رسیده میشه و حتی مهراد جمع یک بار هم به سفارت ایران در لندن میره و با سری از افراد دیدار میکنه و تصمیم میگیره که برگرده ایران. این ارتباطات باعث میشه خب طبیعتا وقتی مهراد جمع برمیگرده ایران آنچنان کاریش نداشته باشن، شاید هم در قبالش بخوان یک سری اطلاعات رو رد و بدل بکنن یا یک سری همکاری‌ها رو به مهراد جمع بگن که براشون انجام بده و همین اتفاق هم طبیعتا افتاد و مهراد جمع برگشت ایران. از اون طرف مهراد جمع توی ایران یه شاکی خصوصی داشت، اونم هادی حسینی به عنوان مدیر برنامه‌هاش و قراردادی که هادی حسینی باش بسته. و طبیعتا وقتی یه خواننده به استیج میرسه و معروف میشه، تهیه کنندش براش هزینه میکنه و یه قراردادی بسته میشه. تو ایران هم قراردادها 50-50 60-40 70-30 80-20 90-10 که خیلی از خواننده ها مثلا 90% تهیه کننده میبره، 10% خواننده از اجرای کنسرت ها و درآمدهای مختلفی که وجود داره. طبیعتا هادی حسینی هم همچین قراردادی رو با خواننده خودش محسن سعیدی‌کیا یا همون مهراد جمع داشته. میدونید که مهراد جمع اسم هنری هستش و اسم اصلی مهراد جمع محسن سعیدی‌کیا. خب این قراردادی که بسته میشه توش بندهای مختلف وجود داره و هادی حسینی مبلغ 26 میلیارد تومان رو توی اون قرارداد به عنوان ضرر و زیان نوشته بوده که اگر مهراد جمعی حرکتی بکنه، مثلا طبیعتا بره توی پارتی، توی دیسکو، یه جای ممنوع کار بشه توی ایران که دیسکو نیست ولی خب به هر حال ممکنه بره خارج از کشور، و این قراردادهای سنگین رو تهیه کننده ها با خواننده هاشون میبندن که تخلف اون خواننده نکنه، چون اگر یه تخلفی بکنه باعث میشه مجوزش لغو بشه و تهیه کننده اونقدر هزینه کرده هزینه‌اش تو بر بشه بره هوا. و این اتفاق باعث شد که خب هادی حسینی بعد از اینکه مهراد جمع از ایران خارج شد بره شکایت بکنه و اعلام خسارت بکنه به مبلغ 26 میلیارد تومان. وقتی که مهراد جمع برمیگرده تو ایران، خب همه از هادی حسینی انتظار داشتن به عنوان تهیه کننده سابقش که این پرونده رو به جریان بندازه و چیزی که حالا من شنیدم این هستش که هادی حسینی باهاش مذاکره کردن تیم مسعود جهانی برای اینکه سهام اون ضرر و زیان 26 میلیارد تومان رو به نوعی مثلا با یه قیمت پایین‌تر
بدن به هادی حسینی که هادی حسینی رضایت بده به عنوان یک شاکی خصوصی که مهراد جمع بتونه فعالیت بکنه، چون نهادهای امنیتی با مهراد جمع دیل کرده بودن و بهش گفته بودن که باید با ما همکاری بکنه، ما هم از اون طرف به تو اجرای کنسرت توی کیش و جاهای مختلف رو میدیم. اما قبل از اینکه برسیم به بحث مذاکره مسعود جهانی و تیمش با مهراد جمع، یکم میایم عقب‌تر، برمیگردیم به تاریخ 7 سپتامبر، روزی که مهراد جمع وارد فرودگاه امام خمینی میشه با پرواز قطری و گویا با تیم پارالمپیک وارد کشور میشه. اونجا با خودش 4 تا چمدون بزرگ و یک چمدون کوچیک داشته و زمانی که بار رو تحویل میگیره همونجا مامورهای گمرک وسایل مهراد جمع رو ضبط میکنن. حتی قبل از اینکه بخوان بهش بارو بدن یکی از ساکاش هم نگه میدارن، یعنی از اون 4 تا چمدون 3 تا چمدون رو در اختیارش میذارن، یه چمدون کوچیک هم داشته، یه چمدون رو میبرن برای کنترل و میذارن تو چرخ، بهش میگن ببر و کنترل بشه. و نکته عجیبش اینجا هستش که زمانی که بار مهراد جمع رو چک میکنن 2 تا هارد اکسترنال از مهراد جمع میگیرن، 2 تا هارد دیسک و اطلاعات سپاه با 2 تا ماشین به همراه اسکورت میاد این هاردا رو ور میداره و میبره و هنوز از اون سرنوشت اون 2 تا هارد مشخص نیست کجا هستش و چه اطلاعاتی مهراد جمع توی اون هاردا داشته که ورداشتن بردن. و جالبه که توی چمدون‌های مهراد جمع مبلغ زیادی پول بوده و گویا این پول‌ها رو کف چمدون‌های خودش چیده بوده و یک مبلغی بالای $50,000 که این پول‌ها الان در حال حاضر گیر کرده در فرودگاه ما و همراه 4 تا از چمدون‌های مهراد جمع که بهش ندادن، فقط یه دونه چمدون بهش گفتن اجازه داری خارج بکنی. سپاه گفته که باید تمام این چمدون‌ها که شامل وسایل استودیوی مهراد جمع هم می‌شده، چون طبق صحبتایی که دنیا جهانبخش توی استوری‌های خودش کرده بود و توی پیج خودش کرده بود، گفته بود که تمام استودیوی مهراد رو ما تجهیز کرده بودیم و مبلغ اصطلاحاً اون وسیله‌ای که برای مهراد جمع بود یه مبلغ بالایی بود، هولوش 300-400 میلیون تومان تجهیزات استودیو بود که روزی که مهراد جمع تصمیم میگیره که برگرده ایران تمام این کارت صدا و نمیدونم وسایل مختلف و میکروفون اینا رو برمی داره میبره ایران، که همه این وسایل در حال حاضر در فرودگاه امام گیر کرده، بهش ندادن، پرونده حالت امنیتی پیدا کرده، پولهاش هم گیر کرده و میدونید که توی ایران شما بیشتر از 5000 تا و 10,000 تا با هماهنگی نمیتونید وارد بکنید و اگر پول بیشتری وارد بکنید که طبیعتاً پولای مهراد بالای $50,000 بوده، اون 40,000 تا بقیه رو هم تازه به شما نمیدن، باید برید مراحل قانونیش رو بگذرونید، 1000 تا لابی بزنید، اگر قاضی اوکی بکنه، فرودگاه اوکی بکنه، سپاه به شما اونجا مجوز بده، به شما یه برگه میدن که معادل اون پول رو به شما ارز دولتی ریال میدن، یعنی دیگه عملاً دلاری رو دست مهراد نخواهیم دید و یه مبلغ بالایی که می‌خواسته بیاره تو ایران. من نمیدونم آخه این چه کار غیر منطقیه، به جای اینکه بخوای حرکت قانونی بزنی که بتونی پولتو وارد کشور بکنی میچینی کف چمدون، حالا خوب به جرم پولشویی نگرفتنش و به جرم اینکه قاچاق ارز کرده و حالا هم داره میره و میاد. این تصاویری هم که دارید میبینید تصاویر امروز ظهر مهراد جمع در فرودگاه امام در قسمت اصطلاحاً جامدان در قسمت گمرکش هستش که حالا بعد بره و بیاد برای اینکه بخواد بگیره این اصطلاحاً وسایلشو و پولشو. و نکته‌ای که وجود داره یه شخصی هستش کنار مهراد جمع که همراهش هست و خیلی از دوستان ممکن سوال باشه که چه کسی با مهراد جمع بوده، شخصی به اسم نمیدونم دمنوش، نمیدونم گلنوش، دانوش، همچین چیزی اسمشه که باش اونجا بوده و جالبه که الان مهراد جمع پیش ایشون داره زندگی میکنه، پیش همین گلنوش و دمنوش و نمیدونم دانوشی کیه. و اگر این کفشاشو شما دقت بکنید، چون تصاویری که اون شخصی برام گرفته و فرستاده از چهرهش نگرفته بوده، با این تصاویر این آقای گلنوش دمنوش فلان اینا یکیه که همون کفشو پوشیده و یه تصویر دیگه هم هستش که اون سویشرت رو پوشیده و جالبه که مهراد جمع در حال حاضر با این شخص زندگی میکنه. خب این اتفاقاتی که توی فرودگاه افتاده، هنوز از سرنوشت اون 2 تا هارد دیسک هم کسی خبر نداره که چه اطلاعاتی بوده که اطلاعات سپاه برداشته و این مدارک رو برده و حالا بعد میرسیم به بحث قرارداد هادی حسینی
با مهراد جمع که الان مسعود جهانی داره مذاکره میکنه که بیاد جلو. روزهای اول حرف از 5-6 میلیارد رو میزدن و به هادی حسینی گفته بودن که 5-6 میلیارد بگیر و رضایت بده و بعدش این مبلغ رو تا 10 میلیارد تومان افزایش دادن که هادی حسینی گفته بوده که من اگر یک گوشه 1000 تومانی مبلغ 26 میلیارد تومنم کم باشه اصلا قبول نمیکنم، چون من اصلا آدم پولکی نیستم، ولی اینجا اعتبار من رفته زیر سوال و اون 26 میلیارد تومان ضرر و زیانی بوده که این آدم تو قرارداد امضا کرده و واقعا هم به من ضرر زده و به من پرداخت بکنه، چون ما کنسرت های تهران و شهرستان این شخص رو پیش فروش کرده بودیم و به خاطر اینکه تمام اینها رو کنسل کردیم مجبور شدیم ضرر بدیم و سودم نکردیم و شده 26 میلیارد تومان و گفته که اگر این 26 میلیارد تومان به من پرداخت بشه تازه من میام میشینم سر میز مذاکره برای اون ضرر 60 میلیاردی، چون من به هر حال تا این حد ضرر کردم و پیش بینی کرده بودم که تا یه مقداری هم سود میکنم. حساب بکنید تهیه کننده چه پولی میزنم به جیب، یعنی گفته که من 60 میلیاردم سود میکردم، دمت هم گرم، و گفته که تازه من میشینم سر میز مذاکره برای اینکه بتونم به مبلغ 60 میلیاردی که بهم ضرر زده شده برسم. حالا دارن مذاکره میکنن که آیا هادی حسینی این رضایت رو میده یا نه، ولی من چیزی که شنیدم از نزدیکان هادی حسینی گفتن که به همین راحتی ها رضایت نخواهند داد و از اون طرف ما دنیا جهانبخت هم اون برای قضیه داریم. دنیا جهانبخت هم به نظر من ساکت نخواهد نشست، یعنی اینا اگر بخوان این حرکت رو بکنن و من فکر میکنم که یه چیزی تو مایه انگار مثلا میخوان نمیدونم مرغ خرید و فروش بکنن، گوسفند میخوان از اون برای قضیه هم. خب شما باید دنیا جهانبخت رو هم در نظر بگیرید، میگه آقا تکلیف بچه من چی میشه، حالا شما به پولتون رسیدید، به من چه، به یه ور من بیاد ببینید من این ور قضیه و مطمئن باشید که چون دنیا هم تهدید کرده رو که من یه سری فیلم ها دارم از مهراد جمع و اگر این فیلم ها رو پخش بکنم قطعا مهراد مجوز نخواهد گرفت و اون هم شاید اون ور قضیه داره میز بازی رو تماشا میکنه که ببینه اینا دارن چی کاری انجام میدن و در مرحله آخر همه چیز رو به سمت خودش برگردونه و بگه که شما مگه دارید گوسفند معامله میکنید، به من برسید من خدمتتون میرسم، باید رضایت بچه من جلب بشه نه خود من و من اصلا هیچی، یه بچه این وسط هست. حالا با اون بچه میخواد چجور برخورد کنید، رضایت اون بچه رو چجور میخواد بگیرید، دیگه اون بچه مهر و محبت پدری که با پول نمیشه خریدش. به هر حال بعد وایسیم ببینیم که این پازل و این اتفاقاتی که رخ داده و این صحبت‌های عجیب و غریبی که صورت گرفته به کجا خواهد رسید. به شدت نهادهای امنیتی دارن فشار میارن که بتونن یه حرکت مثبتی رو برای مهراد جمع بزنن و یه برگ برنده است براشون. به هر حال دولت آقای روحانی رفته و دولت آقای رئیسی اومده، میخوان نشون بدن که هنرمندها و خواننده‌ها میتونن برگردن به کشور، چراغ سبز بقیه هنرمندا نشون بدن و بگن که ببینید شما هم به راحتی میتونید بیاد داخل ایران و به راحتی میتونید فعالیت بکنید. نمونهش همین مهراد جمعی که رفت با یه آدمی که مثلا شاخ مجازی بود، پرحاشیه بود، نمیدونم سایت شرط بندی تبلیغ میکرد، جای مختلف فعالیت میکرد، این آدم با اون آدم بود ولی برگشت ایران و کسی هم کارش نداره. اما ما نمونه های این شخص رو خب داشتیم دیگه، مثل حبیب که برگشت ایران بنده خدا دق کرد، فوت کرد و حتی بهش مجوزم ندادن، یا خیلی دیگه از بازیگرهایی که بودن یا هنرمندانی بودن که برگشتن ایران و عملاً اجازه فعالیت بهشون ندادن. چرا اجازه فعالیت نمیدن؟ به خاطر اینکه تو ایران نهادهای امنیتی یک دست نیستن، نه اینکه یه دست نباشن. چرا؟ و وقتی بحث امنیت ملی بشه همه یه دست میشن. بحث لایه لایه بودن نهادهای امنیتی، یعنی شما اطلاعات سپاه رو دارید، اطلاعات رو دارید، پلیس امنیت رو دارید، خود سپاه رو دارید، نمیدونم ضد اطلاعات رو دارید، بیت رهبری رو تو ایران دارید و تمام اینها جدا جدا برای خودشون یک ارگان‌های امنیتی هستن که تصمیم میگیرن. حالا شما از این فیلتر اول رد بشو، مجوز رو بگیر، از مثلا اطلاعات سپاه رو دیل کن بتونی بیای تو ایران. اطلاعات سپاه میگه اوکی، اطلاعات میاد میگه بیا اینجا ببینم اطلاعات سپاه به تو اوکی داده، من که به تو اوکی ندادم، بیا اینجا توضیح بده، اینجا پرونده داری. اطلاعات هم اوکی میده. میرسیم به پلیس فتا. پلیس فتا میگه بیا اینجا اونا بهت اوکی دادن، پلیس فتا هم هست. پلیس فتا رد میشه، پلیس امنیت میگه بیا اینجا. پلیس امنیت رد میشه، فاتح ببینم چی چیزی اون میاد وسط میگه بیا اینجا نوبت منه، رو به من پاسخ بده. اینا تمام خود سپاه میاد تو. اون میاد میگه حالا اوکی. مثلا حراست ارشاد میاد تو، حراست نهاد ریاست جمهوری. خلاصه
این وسط لایه‌های مختلف وجود دارن. برای همین میگم یه دست نیست. تصمیم‌گیری‌ها و آدما هر کدوم برای خودشون یه رفتار انجام میدن. بحث خارج نشیم. باید ببینیم که در روزهای آینده تکلیف این همه پول، وسایل مهراد جمع و اون دوتا هارد دیسک به کجا خواهد رسید. این یه نقطه از مثلثه. قرارداد مهراد جمع و حالا یک شاکی خصوصی به اسم هادی حسینی داره، شاکی دولتی نیست، باید رضایت این آدمو بگیره. وضعیت قرارداد این آدم چی میشه به عنوان نقطه دوم این مثلث و از همه مهمتر نقطه سوم و بهتر بگم رأس این مثلث است که دنیا جهانبخته، اونم قطعاً برگ برنده‌ای تو جیبش داره و رو خواهد کرد. نمیدونم. و دوست دارم که نظر شما رو هم بدونیم نسبت به این اتفاقات. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.